من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عزیزان بسیار گرامی و بسیار ارزشمند، خدا را به هیچ زبان نمیتوانیم شکر ادا کنیم و وظیفه قدردانی منا نمیتوانیم به عمل بیاوریم مگر اینکه الله تعالی خودش توفیق عنایت کنه ما را به این نعمت که الحمدلله هم بیداری دینی و بیداری ایمانی و بیداری معنوی به سوی مردم ما آمده و مردم ما از لحاظ دینی و معنوی دارند به بیداری میرسند و به سمت بیداری دارند میآیند و هم به سوی بیداری اجتماعی مردم الحمدلله به سوی بیداری اجتماعی الحمدلله مردم آمدند و این دو تا بیداری بسیار حیاتیه و بسیار مهمه که ما هم وظایفمون را و مسئولیت‌های خودمون را و رسالت‌های دینی را تشخیص بدیم که به حیث بنده پروردگار که ما بندگان خداییم و مکلفیم از جانب پروردگار. الله تعالی بر عهده ما مسئولیت گذاشته، رسالت گذاشته. به این رسالت ها ما پی ببریم و وظایفمون را بدانیم که وظیفه ما بندگی کردن الله تعالی هست، ارتباط با رب العالمین، ایمان و اعتقاد مضبوط و محکم و ناگسستنی به ذات یگانه پروردگار و اطاعت از الله، فرمانبرداری از پروردگار، گوش به فرمان رب العالمین بشیم و از خدا فرمان ببریم. به فرایض دینیمون، واجبات دینی از قبیل نماز،
پرداخت زکات، رسیدگی به فقرا، مساکین، خانواده های زندانی، ایتام و مستمندان، به اینها رسیدگی بکنیم، به حقوق همسایه متوجه بشیم، به حق رشته‌داران و خویشاوندان متوجه بشیم، حقوق والدین، مادر و پدر، حقوق همسران، حقوق سایر کسانی که بر ما حق دارند. ما وقتی به این حقوق متوجه بشیم که اینها تکلیف شرعی هستند، الله سبحانه و تعالی اینها را به دوش ما گذاشته است. این بیداری عزیزان من که رحمت للعالمین خاتم النبیین وقتی که مبعوث شدند در حجاز و مکه، مردم متوجه کردند که مردم شما رسالتتون بشناسید که رسالت شما چیه. بالاترین رسالت و وظیفه شما آنه که به وحدانیت الله و یگانگی الله رب العزت شما اعتقاد پیدا کنید، به الله ایمان بیاورید. اولی حق خدای عز و جل توحید، یعنی پرستش تنها رب العالمین، خدای یگانه را عبادت کنید و همه این معبودایی که شما پرستش میکنید اینا معبود نیستند، اینا معبودان باطلان. معبود بر حق یک ذاته و او خدای عز و جل. آن حضرت فرمودن مردم تنها از الله حاجت بخواهید، تنها خدا فریاد رسه، تنها الله تعالی که عزت در دستشونه، ذلت در دستشونه، بالا میاره، پایین میاره، همه این حقار پروردگار است. آن حضرت درس توحید دادن در مکه مکرمه، جایی که مرکز شرک و بت پرستی و پرستش مادی و مادیات بود. آن حضرت درس توحید بلند کردن. چه درس زیبایی دادن، درس انسان ساز و انسان از درون و اعتقاد باید ساخته بشه. آن حضرت فرمودن تنها خدای واحد و لا شریکه که لایق پرستش لا اله الا الله، معنیش همینه که معبود به حق بغیر از خدا وجود نداره، معبود بر حق تنها خدا. این درس توحید مردم از درون ساخت. آن حضرت هشدار دادن که قیامت بر حقه و حساب و کتاب بر حقه، مردم رسالت بر حقه که الله انبیاء را مبعوث می‌داره، نمایندگان خدا، رسولان و فرستادگان خدا شریعت خدا را میارن، پیام‌های الهی را میارن، کتاب‌های آسمانی را میارند، کتاب‌های انسان ساز. و اینها اعتقاد در تمام ادیان، اصول اعتقادی همینان. همه انبیا واحد بود دعوتشون که مردم را از درون ساختن. اعتقاد قیامت و حساب و کتاب و فردای قیامت و حساب و کتاب در قبر را به مردم آموزش دادند و به مردم تعلیم دادند. مردم از درون با اعتقاد صحیح، با اعتقاد درست تربیت کردند و جامعه را ساختند با تعلیم بهترین احکام، با تعلیم بهترین شریعت و دستور الله که در رأسش نمازه و نماز از مهمترین امور شما. حدیث شریف است که از اهم امور شما، مهمترین امر شما نماز است. و لہذا صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین، مردم مکه
بیداری پیدا کردن، بیداری دینی پیدا کردن، بیداری معنوی پیدا کردن، از ارتباط با بت‌ها و معبودان باطله باز آمدن و بند شدن و ارتباط با الله برقرار کردن. رابطه ایمانی و اعتقادی انسان را با الله واصل میکنه و با الله انسان ارتباط که پیدا بکنه انسان زنده میشه، انسان قوی میشه. یک جامعه 100% مرده را آن حضرت با اعتقاد درست زنده کردن و با احکام صحیح این جامعه درخشید و این جامعه نورانی شد و این انسان شدن و این انسان ها زنده شدن. آن حضرت جامعه را ساخت که در این کره خاکی بی نظیر بود، نه قبل از آن حضرت بعد از انبیاء علیهم السلام، چنان جماعتی که جماعت صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باشه در دنیا بود و نه بعد از حضرت رسول صلی الله علیه وسلم تا امروز و تا قیامت کسانی که به تربیت یافتگان حضرت رسول برسند، کسانی که به شاگردان مکتب آن حضرت برسند، چنان انسانهای در دنیا به وجود نیامدند. استاد بسیار ماهر و استاد بسیار فرزانه و استاد بسیار ویژه و خاص با اون دم محمدی، با اون دم خاتم النبیین، با اون انفاس، با اون توجهات که رحمت للعالمین داشتن، دیگه هیچ کسی توی دنیا و اندازه نبود. آن حضرت امام الانبیان رحمت للعالمین، آن حضرت صلی الله علیه و سلم امام المتقین، امام پرهیزگاران و لہذا سروران همان اندازه که مرشد و مربی و استاد توانا بود و فرزانه بود، شاگردان مستعد با استعداد، با صلاحیت، با لیاقت که الله در اختیار مقرب ترین بنده و خاتم النبیین گذاشته بود. این شاگردان درس آن حضرت را خوب گرفتند، درس زیبا نورانی آن حضرت را خوب گرفتند و شاگردان منور تربیت شد، جامعه نورانی تربیت شد، جامعه بیدار. سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ روزی از جای گذر می کرد و فرمود، سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ که یک روز ما توی این میدان ها شتر می چرانیدیم، شتر داشتیم، ساربان بودیم و اینجا شتر می چرانیدیم و برکت اون زمان شرک بود، دور جاهلیت بود، اما وقت در دین اسلام آمدیم و دین اسلام را پذیرفتیم و به تربیت دین اسلام نائل شدیم. امروز گفت که بر دنیا حکومت میکنیم، امروز انسانها زیر تربیتمان، زیر حکومتمان، فرمان روایی ما هستند که از ما فرمان برمیدارند، اما یک روز اینجا ما سربان و نگهبان شترها بودیم، امروز خدمتگزار و نگهبان انسانها هستیم. فرمود که این دین اسلام به ما داده، این تفاوت و این پیشرفت و این ترقی مال دین اسلامه. اگر ما دین اسلام ویل کنیم، ما مجدد همون افراد خواهیم بود که در دور جاهلیت قبل از اسلام بوده. این عزت از آن الله، عزت از آن رسول الله،
عزت از آن مؤمنینه که به خدا و رسول ایمان دارن، الله اونا را عزت میده. دین حیاتیه، دین مهمه، دین تاثیر گذاره. متاسفانه امروز بسیار دینداری را بدنام کرده، خیلی ها از دین نفرت پیدا کرده. امروز توی جامعه امروز فرار از دین و گریز از دین و حتی نفرت از دین خیلی خیلی فراوان شده است. مسئولیت این به کسانی است که بد عمل بکنند. هر کس در دین بد عمل بکنه، به نام مسلمان گناه انجام بده، مخصوصا به نام گناه ظلم بکنه به نام اسلام، این بالاترین جرمه. مردم از دین اسلام نفرت میده. بنده که یک طلبه هستم از جامعه شما، اگر عمل کرده بنده بد باشه، نه تنها بر خودم ظلم کردم، بلکه ظلم بر دین اسلام کردم، ظلم به سیره آن حضرت صلی الله علیه وسلم و قرآن کردم. برای اینکه مردم از دین نفرت میدیم، اون کشری که به دین خود را نسبت میده، خصوصا اون کشری که خود را علمبردار و پرچمدار دین میگه، اگر او کوتاهی کنه، اگر او بد عمل بکنه و نادرست عمل بکنه، گناهش نابخشودنی خواهد بود نزد الله تعالی. لذا عزیزان این بیداری که امروز الحمدلله در جامعه ما آمده که مردم به سمت دین ماشاءالله نماز میخوانند و مادران و خواهران در خانه هایشون عبادت میکنند، نماز شب بسیاری برگزار میکنند، نماز سحر میخوانند، روزه میگیرند، خیرات و صدقات میدن، به فقرا و مساکین و خانواده زندانی رسیدگی میکنن، به مستمندان و اونهایی که دستشون خالی کمک میکنن. این سروران گرامی عمل بی‌نظیری است، بسیار ارزشمنده. الله را یاد میکنن، به الله رجوع کردند و رجوع کردیم. این بیداری بسیار بیداری با ارزش و بیداری زیبایی است. هیچ چیزی، هیچ نعمت توی دنیا برابر با ایمان به الله نیست، برابر با اعتقاد به خدا نعمت در دنیا وجود نداره. هیچ نعمت در برابر دانش و در برابر علم، خواه علم روز و دانشگاهی باشه، خواه علم دین و علم شریعت باشه، علوم قرآنی باشن، هیچ نعمت در برابر علم نیست، هیچ برابر در برابر دانش نیست و هیچ نعمت بعد از ایمان و اعتقاد برابر با عمل کرد صحیح نیست. عمل کرد باید درست باشه و عزیزان من، عمل کرد صحیح، اعمال صحیح هیچی در برابر احکام نورانی دین اسلام نیست، هیچی در برابر اخلاق نیک و اخلاق خوب و اخلاق کریمانه نیست. مکارم اخلاقی، زیبایی های اخلاق، بهترین نعمت اخلاقی، هیچی در برابر ارتباط با خدا، دعا نیایش و تضرع زاری به بارگاه الله تعالی، رابطه با الله، رابطه با حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، به وسیله اطاعت از آن حضرات، به وسیله عمل به سیره آن حضرات، اینها بالاترین نعمتند. این بالاترین دینی است. در این بیداری دینی که سرنوشت ساز
حیاتی و اساس است باید بیدار شد و دیگران هم بیدار کرد. ما سبب بیداری برای دیگران بشیم و ما به همه مردم ایران زمین و مردم دنیا از اینجا فریاد میزنیم که دین نعمت عظیمی است. اگر عمل کرده این بنده ناچیز عبدالحمید، اگر عمل کرده این بنده خراب بود، شما از اصل دین بدبین نشید. اصل دین چیزی خیلی خوبی است، زیبایی است. هیچ وقت قهر با اصل دین نکنید و دین داشته باشید. دین بهترین نعمته. دین انسان سازه و انسان از لحاظ اخلاقی، عملی و ایمانی می سازه و ظرفیت انسان بالا می بره. شما عمل کرده بنده را به حساب خود بنده و عمل کرده امثال بنده را به عمل کرده خودشون به سلیقه خودشون بگذارید، اما این به حساب محمد رسول الله نگذارید. این را به حساب یاران آن حضرت نگذارید. این را به حساب حضرت عمر و حضرت علی نگذارید. این به حساب خود افراد ضعفای خود ما هست و این ضعف در دین اسلام نیست. دین اسلام مبرای از ضعف، دین اسلام بهترین دینه و لہذا این نقطه اول همین بود که الحمدلله این بیداری معنوی و توصیه ما خدمت شما آنه که تمام شب نخوابید در این ایام خصوصا، بلکه در شب بلند بشید و با خدا راز و نیازی داشته باشید، با خدا بشینید و حرف بزنید، با خدا تنها بشینید. ظلم عزیزان من که ما برای هر کسی وقت پیدا بکنیم ولی برای خدا وقت داشته نباشد. رحمت للعالمین می فرمود لی مع الله وقت، من با خدا وقتی دارم که با خدا تنها و به خلوت می نشید. قلب آن حضرت از همه مخلوق منقطع می شد و به الله واصل می شد. شما برای خدا وقت پیدا بکنید. امروز همسران زنان شکایت دارن که شوهرانشون وقت برای اونها نمی گذارن، روزها توی بازارن و شب که می آین با موبایلن. حالا اگرچه امروز اینترنت که قطع شده این ارتباط با موبایل خود به خود قطع شده است، ولی عزیزان زنان انتظار دارن که شوهرها بشینن با اونها، حرف اونها را بشنوان، نیازها و مشکلات را گوش کنن، برای امر بچه ها و نیازهای خانه مشورت کنن. بچه ها نیاز دارن که پدران با اونها بشینن و حرف بزنن، صحبت بکنن و تجربیات خودشون به بچه ها منتقل کنن، بچه ها را تربیت کنن، آموزش بدن. همه این متعلقین، همه صاحبان تعلق وقت میخواهند و یک وقتی با الله بشینید و در آن وقت با خدا راز و نیازها و مشکلات و احتیاج خود را با الله تعالی مطرح کنید. انشاءالله این داشته باشید و روزه هم بگیرید و توصیه میکنم که هفته که میآید دوشنبه و پنجشنبه اصلا روزه بگیرید و دعا کنید. خواب هم دیده شده در این که مردم روزه بگیرند. این روزه بگیرید انشاءالله الله تعالی مشکلات حل میکنه، پریشانی ها را رفع میکنه
و الله تعالی به شما توفیق عنایت کنه. ذکر الله را توصیه میکنم به کثرت بکنید، زیاد ذکر الله تعالی را انجام بدید. و بیداری دوم که خیلی توی همه دنیا مهمه، بیداری اجتماعیه. و این بیداری منانه که ما وظایف اجتماعی همون را، مسئولیت های که هم از لحاظ دینی برگردن مایه، شریعت اسلام و دین این بیداری ها را بر سر ما گذاشته، و مسئولیت هایی که انسانیان و به حیث انسان کسی اگر مسلمانم نباشه، دیندارم نباشه، این وظایف از لحاظ انسانی برگردنش است و این مسئولیت ها را بشناسه. این بیداری اجتماعیه. ما بدانیم که چه حق و حقوق برگردن ماست، حق و حقوق خودمون را رعایت کنیم. و این حقوقی که برگردن ما بشناسیم و اون حقوقی که از ما برگردن دیگران است، اینا را تشخیص بدیم. حقمون را بدانیم، حقوق خودمون را بدانیم، حقوق شرعی و حقوق عرفی و انسانی و حقوق قانونی را بدانیم و این حقوق خودمون را مطالبه بکنیم و بخواهیم و پیگیری کنیم و حق دیگران هم که برگردن ما هست ادا بکنیم. حق، توجه کنید که طرفین هست، دو طرف بر یک دیگر حق دارند. همانطوره که شما برگردن حاکم و بر شما بر هر دولتی که باشه، در رأس امر باشه و در رأس کار باشه، شما حق دارید و حقوق دارید و این حقوق شما باید مراعات بشه. حاکم باید حق شما را رعایت کنه. هر دولت و هر سیستم و هر نظام و هر حاکم همانطوره که سروران گرامی بر شما حق داره، همونطور شما بر حاکم حق دارید. این حقوق طرفین هست. حق حاکم آنه که بالاخره رعایت بشه، حاکم اونیست که علیهش بغاوت صورت نگیره و این حق حاکمه که مردم حق حاکم رعایت کنن و حق حاکم آن است هر سیستم توی دنیا باشه، هر حکومت به نام دین باشه یا غیر دین باشه، حقش آنه که بین مردمش، بین ملتش تبعیض قائل نباشه. حق ملتش را بشناسه. تبعیض و نابرابری در هیچ قوانینی از قوانین بین المللی، از قوانین دنیا بین ملت ها، هیچ قانون بین المللی اجازه نمیده که در میان ملت و شهروندان تبعیض باشه. همه شهروندان دارای هر زبانان، دارای هر رنگ و پوستن، دارای هر قومیتن، دارای هر مذهب و دینن، همه شهروندان، همه مال همون وطنن و لحاظا هر سیستم و نظامی باشه باید بین اینها تفاوت قائل نباشه. دین اسلام هم هیچ اجازه نمیده که بین شهروندان و بین مردم تفاوتی باشه و فدای رحمت للعالمین بریم که
وقتی در مدینه منوره حکومت تشکیل دادند آن حضرت، بین همه این قومیت ها قبائل عرب که آمدن مشرف به اسلام شدن، بین اینها تفاوت اصلا قائل نبودند و در میان اینها یک سلمان فارسی ایرانی که از اطراف اصفهان به سرش به مدینه منوره برای تلاش دین بیرون آمد و اسیرش کردند و به صورت برده در مدینه منوره آوردند. غلام یک یهودی بود و او خدمت آن حضرت رسید و آن حضرت مشرف به اسلام شد، سلمان فارسی. و آن حضرت فرمودند که تو درخواست کتابت کن از آغاد که یهودی است و او درخواست کتابت کرد که من آزاد کن. یهودی شرطی گذاشت که اینجا وقت بیان اون شرط نیست. بالاخره شرط با دعای آن حضرت و کمک آن حضرت او شرط برآورده شد و حضرت سلمان فارسی آزاد شد. آن حضرت به سلمان فارسی گفت که سلمان و من اهل البیت، سلمان فارسی که اینجا هیچ قرابت نداره، هیچ خویشاوند نداره، او جز اهل بیت ما است. آن حضرت او را از فرزندان خود، از اهل بیت خود، از متعلقین خود قرار دادن. این تعلیم در دین اسلام. بلال حبشی که غلام بود، غلام آزاد شده، ابوبکر صدیق او را خرید کرد و آزاد کرد. بلال چنان جایگاهی داشت که در حضر و سفر مؤذن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم. از نزدیکان آن حضرت بلال را می دانستند. این همه ضعفا را آن حضرت دست به سر کشید و حق هیچ کسی را ضایع نکرد. تعلیم زیبای آن حضرت صلی الله علیه وسلم چه تعلیمه. تا آخرین لحظه که آن حضرت از دنیا رفتن، حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت میکنه که 2 روز متوالی آن حضرت از نان غذا سیر نکردند، گرسنگی کشیدن و تا مردم سیر بشن، در فکر مردم بودن. آن حضرت مال جمع نکردن، ثروت جمع نکردن و در روایات داریم، این روایات هم آل بیت نقل می کنند، هم صحابه نقل می کنند که آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که من هرچه که ترک می کنم اینها همه فرمودند که مال عموم مردمان، به عموم مردم. و آن حضرت ما ترکای میراث آن حضرت تقسیم نشد، روی حدیثی که موجود هست و او را سیدنا علی و سیدنا عباس هم قبول کردند. لہذا آن حضرت مربوط به همه مردم بود، میراثش هم مال مردم. آن حضرت مال اهل بیت نبود تنها، بلکه همه مردم اهل بیت خود دانست و همه مردم اهل بیت خود قرار داد. این رفتار آن حضرت، این سیره بی‌نظیر آن حضرت صلی الله علیه وسلم. لہذا اگر بر سیره آن حضرت عمل می شد و ما به سیره آن حضرت می توانستیم، علما و اندیشمندان و حاکمان اگر بر سیره آن حضرت در دنیا عمل می کردن، دنیا گلستان می شد. و اگر قرآن حاکم باش می بود، دنیا گلستان می شد. متاسفانه این مسئله اینطور نشد که بالاخره امروز ما توی جامعه‌مون التهاب می بینیم.
توجه داشته باشید عزیزان که ما در واقع سه مسئله در ایران فکر می کنیم. یک حق عمومی و ملی است که متعلق به تمام ملت ایرانه. ما هم جز ملت ایرانی، مردم ایران زمینیم، احساس همبستگی با مردم ایران می کنیم و مردم ایران را همه برادر خود می دانیم. او دسته که مسلمانان با یک دسته از مردم ایران احساس برادری اسلامی می کنیم. شیعه و سنی را برادر می دانیم. ما تمام فرق اسلامی که خود را مسلمان می نامند، همه ما که به اسلام منسوب برادری اسلامی داریم و با یک دسته دیگر برادری انسانی داریم، برادری وطنی داریم. هموطنان ما اگر یهودی باشند، اگر نصرانیان، اگر دراویشند، اگر هر گروهی هستند و به هر اعتقاد به اسلام ندارند، اعتقاد به خدا داشته نباشند ولی توی این کشور زندگی میکنند، ما با اونها برادری وطنی داریم. و تمام انسانهای روی زمین، هرچه انسان در روی زمین هست، ما با اونها برادری انسانی داریم. همه ما از یک پدر و مادر آدم و حوا پیدا شدیم، اما ما هرگز با ظالم نصیحت میکنیم ولی با ظالم همراه نیستیم. هر کسی ظلم در هر گوشه از کره خاکی بکنه، اونایی که ظلم میکنند در هر گوشه از کره خاکی به حق انسانهای دیگر ظلم میکنند، مثل که امروز در اوکراین ما میبینیم که ظلم میکنه. روس ها بر اوکراینی ها ظلم میکنند، یا هر جای به طور مثال هر جای بر انسان ها ظلم بشه. اسرائیلی ها بر مسلمانان فلسطین ظلم میکنند و هر جایی که ظلم، ما با ظلم همراه نیستیم و از ظلم ما بیزاریم. و لحاظا عزیزان من، ما همه هموطنان با همه هموطنان ایرانی در منافع ملی مشترکیم و لحاظا یکی از منافع ملی و چیز مهم ملی اخوت و برادری، امنیت و آسایش. ما تو این منافع ملی با همه ایرانیان شریکیم. اگر دوستان تکبیر اجازه بده که صحبت بنده تمام بشه و وقت دیر شده است. و به هر حال این منافع بنده همیشه که خدمت بعض مسئولان رسیدم، اولی صحبتی که صحبت کردم گفتم که اولی مهم برای ما منافع ملیه، همه کشور و همه ایرانیانه و منافع ملیه که در فکر ما رسیده ما صحبت کردیم و ما با همه ایرانیان در این منافع ملی مشترکیم. دومی چیزی که ما خواسته های مذهبیان و لحاظا ما ایران متشکل از مذاهب مختلفه، هر مذهب نیاز داره، هر مذهب نیاز به آزادی داره، به این که در اون مذهب دخالت نشه. لحاظا این خواسته مذهبی بعد خواسته قومی میآیند. خواسته های ایران متشکل از اقوام مختلفه،
لہذا این مسائل قومی و خواسته های قومی هم خواسته های ما بودن و هستن. ما در متاسفانه در ایران اسلامی گرفتار تبعیضات قومی هستیم و بودیم از اوایل انقلاب تا حالا و مشکلات مذهبی و آزادی های مذهبی مشکلات گرفتاریم که این خواسته های ما برحقن. ما زیاده خواهی نداریم. این خواسته های قومی و خواسته های مذهبی همانطور که خواسته ملی خواسته همه ایرانیان ما هستند، ما به خواسته های مذهبیمون و خواسته های قومیمون هم پافشاری میکنیم. این حق خودمون میدانیم، این حق قانونی خود میدانیم، این حق عرفیمون میدانیم و این حق میدونیم. اگر کسی ما را قانع کنه که شما این حق ندارید به این دلیل و دلایلش صحیح باشه ما قانع میشیم. ما همیشه میگیم که یک سر مو از حق اورتر پا نمیگذاریم، یک سر مو از انصاف و عدالت اور پا نمیگذاریم. ما میگیم رفتار باید عادلانه باشه، ما میگیم رفتار باید منصفانه باشه، ما میگیم باید خدا را همه در نظر بگیرن، ما در نظر بگیریم، حاکم در نظر بگیره، رعیت و رای همه خدا را و حق و عدالت و انصاف در نظر بگیریم. ما به حق راضییم، به عدالت راضییم همیشه. ما در حقوق ملی آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی های سیاسی، ما معتقدیم، بارها گفتیم که مشکلات ایران مشکلات اقتصادی و معیشتی نیست تنها، این یکی از مشکلاته، ولی مهمتر از او مشکلات آزادی های سیاسی، آزادی های احزاب، آزادی های بیان، آزادی های کلام، آزادی های تفکرات و اندیشه. در ایران تکثرگرایی نیست و تا تکثرگرایی نباشه، یعنی مجلس و قوه های مختلف و ادارات و وزارتخانه ها تا زمانی که مختلف از افراد شایسته و توانمند همه مذاهب و اقوام و تفکرات گوناگون نباشه، رشد نمی کنه، ترقی نمی کنه. من اینا یقینا اعتقاد بنده است که الان ضعفی که در مدیریت کشور موجوده به خاطر همینه که یک دسته ما اگر یک دست نباشه وجدان طرف نگاه بشه میشد و اگر ما از همه طیفه و توانمندان و مدیران لایق و شایسته ولو اینکه نماز نخوانه ولو اینکه زیاد به دین دارم نباشه ولی شایستگی داشته باشه، لیاقت و وجدانی داشته باشه، اگر به کار می گرفتن امروز ما شاهد این اعتراضات نبودیم. لحاظا این اعتراضات نشان مسئولان امر، این اعتراضات و این صدا صدای مردم شما هست، این صدا صدای ملت شما هست. ما خیرخواه شماییم، این صدا را گوش کنید و با اینها بشینید و به خواسته اینا توجه کنید. کسی که اعتراض میکنه اعتراض سالم، اعتراض که در آن نباید در اعتراض تخریب انجام بگیره، تخریب اموال عمومی، تخریب اموال مردم، شکستن شیشه های مردم، زدن سنگ به مال مردم، اینها را شریعت اسلام، دین اسلام اجازه نمیده. اینها را نباید کسی
شیشه مغازه کسی را بشکنه، نباید کسی بانک را بشکنه، نباید کسی مالهای عمومی را تخریب بکنه، نباید شهرها سوخته بشه. اینها را شریعت اجازه نمیده. کسی که مسلمانه، کسی که مسلمان نباشه هم وجدان داره چگونه این مال تخریب میکنه. لذا این مسائل متوجه باشه عزیزان. اما اگر اعتراض سالم باشه، اعتراض مردم، صدای مردم، این حق مردم ہے، اعتراض سالم، و لحظه باید مسئولان حرف مردم گوش کنند. و توصیه من به همه مأموران آن است که بالاخره این مردم ایران هستند و اینها، شما هم مردم ایرانید، اینا هم مردم ایران هستند. مردم ایران نباید یک دیگر را بزنند. مردم ایران نباید یک دیگر را بکشند و حد که حرمت کنند بی حرمتی بکنند. و لحاظا همه ما ایرانی هستیم، هم وطنیم، و اگر هم وطن نباشیم هم انسانیم. و روی این جا داره که بنده اون جریانی که و حمله تروریستی که در شاهچراغ شیراز پیش آمد، این حمله بنده محکوم کنم که به نماز گزاران این حمله انجام گرفت و به انسانهای بی دفاع و اونطور که آمار میدن 13 نفر در این حمله کسی میکشه و بالاخره خودش آخر هم یا مرده یا زنده هست و دستگیر شده. بهرحال این حمله نوجوان مردانه محکومه. همانطور که ما حمله به مصلی زاهدان را محکوم میکنیم، حمله به مصلی زاهدان و کشتن نمازگزاران، چه در مصلی زاهدان باشه، چه در شاهچراغ باشه، چه هر جای دیگر باشه، از دیدگاه ما محکوم. توسط هم هر کس باشه، هر کی حمله را بکنه، این حمله برای هیچ کسی جایز نیست و برای هیچ کسی توجیه پذیر نیست. و گلایه هم میکنیم، گلایه داریم که مسئولین رده بالا اونجا با اون عرض کنم که شهدای شاهچراغ همدردی کردن و اونها را بازماندگان تسلیت گفتند و انتظار ما هم همین بود که مسئولان ما را هم تسلیت بگن، مردم ما را، و با ما هم همین همدردی انجام بدن. اخیراً شورای تامین استان بیانیه صادر کرده و در این بیانیه هایی که گذشته شورای تامین داده توش نکات مثبت ندیدیم ما متاسفانه. گلایه ما شورای تامین بود، ولی اخیراً بیانیه صادر کرده و این بیانیه هست گرچه برای ما هنوز قانع کننده نیست، اما این واقعیت هست که در این بیانیه شورای تامین نکات مثبت موجوده و در این بیانیه شورای تامین و مردم زاهدان گفته که در مصلی و اینها بیگناه کشته شدند و دولت گویا و شورای تامین استان اقرار کرده به این مسئله و حق داده که این مردم به ناحق به قتل رسوندند. و شورای تامین این هم
یک نکته دوم شورای تامین گفته که اونهایی که این مردم به قتل رسوندن باید به پای محاکمه برن و بعضی را عزل کردن. گفتن که از قدرت عزل کردن، گرچه اینایی که عزل کردن در سطح بالا نیستن و به هر حال از مسئولینن، اینها را عزل کردن. و به هر حال این دو تا نکته در این بیانیه بالاخره اونچه که نظر بنده من هنوز اینا به دقت مطالعه نکردم، همان فرصت نبود، ولی به هر حال این دو تا نکته مثبت، یکی این که مردم به بیگناه و به ناحق به قتل رسیدن، نمازگزاران در مصلی و در اطراف هم همینطور، و اونهایی که این مردم به قتل رسوندن اینها گفتم به ناحق به قتل رسوندن، عزلن اینها و اینها باید پایشان به محاکمه کشیده بشه. و لحظه این نکته مثبت ما هر کسی که کار درست انجام بده، کار درست میگیم، انصاف، ما هم انصاف باید بکنیم همانطور که دیگران به انصاف دعوت میدیم. و لحظه این دو تا نکته مثبتن، اما خواسته ما از شورای تامین آنه که این و از دولت مرکزی آن هست، از تهران، مسئولان تهرانی، که این خطا و این جنایت به هر جای برسه، به هر مقام برسه، باید عزل بشه و به پای محاکمه کشیده بشه. و ما عدالت مهمه، انصاف مهمه، ما باید انصاف بکنیم و دیگران هم به انصاف دعوت بدیم، همه ما منصف باشیم و الله انصاف هم میپذیره. و لحاظا ما امیدواریم که مسئولان امر این مسئله را ادامه بدن. گفتن که صحبت شده، گفتم ما در حال بررسی هستیم، بررسی میکنیم و هر کس دیگری که پایش تو این کار باشه، خواسته مردم مبونه که او هم عزل بشه و رعایت هیچ کسی انجام نگیرید. رعایت عدالت، رعایت انصاف انجام بگیری، این مهم هست برای ما. و ما درخواست داریم از مسئولان امر، ما گفتیم به مسئولان که برای ما مثل این خورشید روز روشنه که در حال مردم بیگناه کشته شدن و در حق مردم جنایت انجام گرفته، ولی اگر برای مسئولین هم ما اعتقاد داریم که مسئولین هم برای اونها روشن شده این قضیه و همه به این واقعیت رسیدن، ولی اگر خفای وجود داره تو این قضیه، درخواست مانه که از مرکز از تهران یک کمیته حقیقتیاب بیطرف بیاید، تعیین بشه که بیاید اینجا زوایا و اطراف این قضیه را رسیدگی بکنن و نظر بدن و به هر حال بیطرف باشن، نظر اونها قابل قبول خواهد بود. یا خود مسئولین انجام بدند و همه این جرم به هر جا رفت، این گناه و جنایت به هر کسی واسه شد او را مجازات کنند و رعایت کسی را نکنند، یا همه دو طرف تن بدن به یک کمیته حقیقتیاب بیطرف و کمیته حقیقتیاب بیطرف هر نظری که داد هر دو طرف نظر او را قبول کنند و این یکی از مسائلی که پیشنهاد میکنیم. و جا داره که بنده تشکر کنم
از همه این اقوام زاهدان، اقوام سیستان و بلوچستان، از مردم همه شهرستانها که در این ایام آمدند و همدردی کردند، من از احساسات پاک شما شکرگزارم. من الله را شکر میکنم، بنده از پروردگار در درجه اول شکرگزارم و بعد از شما مردم خوب، از شما مردم باصفا، مردم استان و مردم زاهدان، از همدردی شما، از حمایت شما، از تسلیت شما بنده شکرگزارم. حقیقتا زبان شکر ندارم، عاجزم. از همه ایرانیانی که با ما همدردی کردند، گلایه دارم از اون ایرانیانی که مدتها ما با هم بودیم و رای ما را گرفتن و چه در این دوره، آخری دوره ریاست جمهوری، رای ما را گرفتن، چه اون نمایندگان مجلسی که در دیگر شهرستان از ما توصیه گرفته از مردم و اهل سنت رای گرفتن و چه اون مسئولان که موجودند و اون مسئولانی که گذشته مسئولیت دادند و الان کنار، از همه اینها گلمندم سخت که با ما همدردی نکردند. و این یک سنت اسلامی بود، سنت اسلامی، عرف ایرانی، که کسی مصیبتی ببینه و کسی مشکل دوچار بشه او را به هر حال دلداری میدن و تسلیت میگن و لہذا جمیع کسانی که در داخل و خارج کشور در مظلومیت ما را نمایش دادن و از مظلومین دفاع کردن، ما از اونها شکرگزاریم و من این نکته را هم به صراحت بگیم که ما چند نکته که نرا توصیه می کنم. یکی امنیت مهمه، از همون لحظه‌ای که هنوز صدای تیر و تفنگ بوده ما پیامی دادیم، بنده به عنوان یک پیشنمازی از شما، یک طلبه خیرخواست جامعه شما پیشنهاد دادم و پیام دادم و توصیه کردم که امنیت رعایت بشه و امنیت استان هنوز توصیه بنده همینه که امنیت رعایت بشه و امنیت هم رعایت کنیم و توصیه بنده هنوز هم همینی که توصیه کردم که به مال کسی، به جان کسی، به اموال عمومی هیچ کسی تعرض نکنه و توصیه بندانه که ما همه برادران شیعه که اینجا کنار هم زندگی میکنیم، ما این برادری را تاکید میکنیم. اینجا همه قومیت ها که زندگی میکنن همه برادر ما هستن و حالا اگر یکی جای خطای بکنه باید خطاکار مجازات بشه. خطای هیچ کسی را ما بر مذهب و قوم نمیگذاریم و ما تاکید میکنیم که همه ایرانی ها تاکید کردیم که هر مذهب و هر دین و قومیت هستن، ما احساس خیرخواهی و برادری با ایرانی ها و همه انسانیت میکنیم، ما روی انسانیت فکر میکنیم و توصیه ما آن است که این مسائل شما مراعات کنید و توصیه بنده هم همینه که حرف معترضان هر جایی هست، حرف اقوام، حرف مذاهب و خواسته های مذهبی، قومی، خواسته های ملی همه ایرانی ها مورد توجه قرار بگیرن و همه بشینن روی مسئله فکر کنن، بیاندیشن که آخر مسئله باید به کجا برسه و به هر حال این مسائل باید حل بشه
و روی مسائل صحیح فکر بشود. و آخری توصیه بنده به شما آنه که امروز شما احساساتتون خیلی بالاست و درخواستم از شما آنه و توصیه آنه که احساساتتون رو کنترل کنید امروز. و بهرحال ما تو همه ایدگاه شما بالاخره شعار دادید و تکبیر گفتید و تو همه خیابان که روبروی ایدگاه است، محدوده ما همه خیابان تا این خیابان مدنی، بالاخره شما تکبیر بگید و حرفی نیست، ولی از خیابان مدنی به اونور دیگه هر کسی به خانهش بره. توصیه بنده است که بهرحال که اتفاقات پیش نیاید، التهاب موجوده، مردم باز خشمن، جوانن و احساسات دارن و بالاخره مشکلات پیش نیاید. و این توصیه بنده شما حالا اینجا شعار دادید، آقا تکبیر گفتید، این خیابان هم ببینید که شما لباس میخوانید و میرید تا خیابان مدنی، محدوده شما تا خیابان مدنی تمام از دیگه اونور شما ذکر کنید و درود بخوانید و برید و نه مزاحم کسی بشید نه کسی مزاحم شما بشه. انشاءالله قبول انشاءالله. الله تعالی شما را توفیق بده. ولی یک چیز جالبی هست امروز که به هر حال یه عزیزی فرزندش پسرش یکی هست و خیلی این برای پسرش میخواد عروسی بگیره و عروسی عریض طویلی میخواسته بگیره، هزینه کنه، خرج کنه و با ایشون صحبتی به هر حال با هم صحبت و مشورتی داشتیم که آقا شما این مراسمتون مختصر کنید. خیلی از مردم هستن که دستشون نمیرسه مراسمشون بگیرن و عروسی بگیرن و زن و مرد دو تا نامزد از یک دیگه جدا میشن. شما یه هزینه‌ای که میخواهید خدا بدانه چقدر میلیارد میخواهید خرج کنید، خیلی میخواستن طولانی بگیرن، شما مختصر کنید اینا و این هزینه را بگذارید برای اونهایی که ندارن، اونها را ازدواج بدیم، اونها را ازدواج دست جمعی از همون غریب و غربا درست کنیم و اونها را ازدواج بدیم. و این مشورت هر دو طرف پذیرفتن، هم خود این داماد که عروسیش هست و عزیز من آقای عمادالدین نوای مرحوم حاجی امید هست و پسر عزیزمون حاجی الله نظر هست و هم پدر دختر هم که منوط به رضایت او شد، او هم پذیرفت که ما حاضریم. اینهای خانواده حاضرند که 100 نفر را 100 نفر بی بضاعت را هزینه شون را تقبل کنند و ازدواجشون بدن. عزیزه البته مختصر، ولی 100 نفر را از کسانی که ازدواجشون وقتش فرار رسیده و ندارن انشالله مراجعه کنند حوزه که لیست عزیزان بگیریم و بالاخره این هزینه اونا را، هزینه ازدواج اونا را که شاید هزینه ازدواجشون به 100 نفر نرسه ولی اینها تامین میکنند، تامین بکنه 100 نفر جوان با یک مراسم عروسی با یک مخارج انشالله توی همه صحنه ایدگاه ازدواج بدیم که برن به خانه بختشون، زن و مرد اینا هم برن به خانه بختو دیگه. مردمی که انتظار دارن که بیان برای فزیرایی اونها را هم ثواب میرسه، اونها هم شریکن. انشالله سنتی باشه این که جریان پیدا بکنه آینده و ثروتمندان
مراسم عروسی خودشون هزینهشون رو پایین بیارن، هزینه اضافی را که میخوام بکنن به همین زوجین و به همین زن و مردی که میخوان زندگی مشترک تشکیل بدن و ندارن زندگی اونها را تامین بکنن. یک تکبیری بگید. جمعیت خیابان پر مردم رو داخل فشرده تر بنندن. عزیزان خیابان هم میفرماید که موج میزنه از جمعیت و داخل ایدگاه هم اگر عزیزان که آخران نشستن اگر جا هست صفای الان وقت خطبه و نمازه و لحاظا انشالله صفایشون را بگیرن که بیرونی ها داخل مصلی جا بشن.